تصور کن تمام چیزایی که بهش باور داشتی یه روز ازت گرفته بشه. عدالت، عشق و اعتماد. و حتی آدم‌هایی که فکر می‌کردی میشناسی و بهشون اعتماد داشتی. و بعد یه نفر روبروت بایسته و بهت بگه دیدی همه چی دروغ بود. حالا سوال اینجاست، اگه زندگی اونقدر به تو فشار بیاره که دیگه دلیلی برای خوب بودن نداشته باشی، اگه همه چیز تو ازت بگیره، آیا هنوز انتخاب می‌کنی انسان بمونی؟ The Dark Knight فقط داستان بتمن و جوکر نیست. درباره جنگ بین دو نگاه به انسانه. یک نفر باور داره که انسان‌ها در نهایت خوب نیستن، فقط کافیه به اندازه کافی تحت فشار قرار بگیرن. و نفر دیگه با وجود تمام دردهایی که کشیده تصمیم میگیره ثابت کنه اینطور نیست. اما محل این دوئل شهر گاتامه، جایی که امید یک توهمه. گاتام شهریه که مدت هاست امیدش رو از دست داده. جنایت فقط تو خیابون ها نیست. فساد وارد سیستم شده و پلیس ها قابل اعتماد نیستن. تو این شهر مافیا قدرت گرفته و مردم عادی هم دیگه نمیدونن باید به چه کسی اعتماد کنن. تو این اوضاع و احوال بتمن وارد میشه. بتمن خودش رو یک نماد میدونه، اما پشت این نماد یک انسان زخمی وجود داره. بروس وین، مردی که در کودکی توی یه لحظه همه چیز رو از دست داده. از همون روز زندگیش رو حول یک سوال ساخته: چطور میتونم کاری کنم که هیچ کس به سرنوشت من دچار نشه؟ اما مشکل اینجاست، وقتی تمام زندگیت رو حول یک زخم بسازی، ممکنه دیگه ندونی بدون اون زخم چه کسی هستی. در طرف دیگه ای داستان هاروی دنت قرار داره. اون برخلاف بتمن صورتش رو پنهان نمیکنه. اون با قانون میجنگه و مردم گاتام رو دوست دارن. چون هاروی دنت چیزیه که بتمن نمیتونه باشه: امید آشکار. بتمن در تاریکی فعالیت میکنه، اما دنت تو روشنایی. برای همین بتمن میفهمه که شاید آینده گاتام به دنت تعلق داره. شاید روزی برسه که دیگه نیازی به بتمن نباشه و اینجا یه تضاد جالب شکل میگیره. بتمن میخواد گاتام نجات پیدا کنه، اما اگه گاتام واقعا نجات پیدا کرد، ممکنه دیگه به بتمنی نیاز نداشته باشه. و شاید تلخ‌ترین واقعیت زندگی همینه. گاهی برای ساختن آینده‌ای بهتر باید حاضر باشی خودت رو از اون آینده حذف کنی. و بعد جوکر وارد میشه. اما چیزی که جوکر رو خطرناک میکنه فقط خشونتش نیست. جوکر هدف مشخصی نداره. اون نمیخواد پولدار بشه، نمیخواد رئیس گاتام بشه. جوکر فقط میخواد یه چیز رو ثابت کنه: اینکه انسان‌ها اونقدرم که فکر میکنن خوب نیستن. از نظر جوکر اخلاق فقط یک قرار داده. تا وقتی زندگی راحت باشه آدم‌ها هم خوبن، اما کافیه فشار رو زیاد کنی و ناگهان تمام اصولشون رو زیر پا میذارن. جوکر به بتمن نمیگه تو آدم بدی هستی. اون یه چیز خطرناکتر میگه: تو فقط هنوز به اندازه کافی تحت فشار قرار نگرفتی. سوال اصلی داستان اینه: آیا انسان‌ها ذاتاً خوبن یا فقط وقتی خوب میمونن که هزینه‌ای برای خوب بودن نپردازن؟ تا وقتی همه چی خوب باشه اخلاق داشتن آسونه، اما وقتی دنیا به تو دلیل کافی برای نفرت میده، اونجاست که دیگه انتخاب واقعی شروع میشه. جوکر میخواد نشون بده که تمام آدم‌ها یک نقطه شکست دارن، نقطه‌ای که اگه از اون عبور کنن دیگه هیچ چیز براشون مهم نیست. جوکر از این حقیقت لذت میبره، ولی بتمن میترسه. جوکر بالاخره چیزی رو پیدا میکنه که بتمن واقعا دوست داره: ریچل و هاروی دنت. اون هر دو رو تو دو مکان مختلف زندانی میکنه و به بتمن میگه یکی رو انتخاب کن. اینجا جوکر یه بازی ساده انجام نمیده. اون میخواد بتمن رو مجبور کنه با یک حقیقت روبرو بشه: تو نمیتونی همه رو نجات بدی. گاهی انتخاب نمی کنی چه کسی زنده بمونه، فقط انتخاب می کنی چه کسی رو از دست بدی. بتمن تلاش میکنه ریچل رو نجات بده، اما جوکر آدرس ها رو عوض کرده و بتمن به جای ریچل به هاروی میرسه. ریچل میمیره، هاروی زنده میمونه، اما چیزی در هر دوی اونها برای همیشه تغییر میکنه. اینجا فیلم دو مسیر متفاوت رو نشون میده. دو انسان، هر دو درد کشیده، هر دو چیزی رو از دست دادن، اما واکنششون متفاوته.
هاروی دنت که زمانی نماد عدالت بود تبدیل میشه به دو چهره. اون دیگه به عدالت اعتمادی نداره، چون در ذهنش زندگی همیشه تصادفی بوده. برای هاروی یک سکه تصمیم میگیره، نه اخلاق، نه قانون و نه انسانیت، فقط شانس. هاروی میگه دنیا بیرحمانه است، تصمیم میگیره خودش هم بیرحم بشه. اما بتمن مسیر دیگه ای رو انتخاب میکنه. اون هم درد داره، اون هم ریچل رو از دست داده، اما تصمیم نمیگیره که شهر رو با آتیش بکشه. اینجا فیلم یک سوال سخت میپرسه: آیا رنج کشیدن به تو اجازه میده که به دیگران آسیب بزنی؟ خیلی وقتها در زندگی درد ما واقعیه، خیانت واقعیه، بی‌عدالتی واقعیه. اما یک حقیقت سخت وجود داره، اینکه به تو آسیب زدن، اما این به معنا نیست که تو مجبوری همون آسیب رو به دیگران منتقل کنی. یکی دیگه از سکانس های تقابل انسانیت و پلیدی کشتی هست. لحظه ای که جوکر شکست میخوره. دو کشتی در دریا، روی هر کدوم یه بمب وجود داره. هر کشتی فکر میکنه اگه دکمه رو فشار بده کشتی دیگه منفجر میشه. جوکر مطمئنه که یکی از کشتی ها بالاخره تصمیم میگیرن این کار رو انجام بدن، چون از نظر اون وقتی انسان ها بترسن اخلاقشون ناپایدار میشه. اما هیچ کس دکمه رو فشار نمیده و اینجا نظریه جوکر ترک برمیداره، چون مردم در بدترین لحظه هنوز انتخاب میکنن انسان بمونه. در پایان بتمن جوکر رو شکست میده، اما نه با کشتن اون، بلکه با امتناع از تبدیل شدن به هیولایی که جوکر میخواد. جوکر میخواد ثابت کنه همه چیز بی‌معناست. بتمن جواب نمیده که دنیا همیشه عادلانه است، چون نیست. اما انتخاب میکنه با وجود تمام اینها خودش چه کسی باشه. و شاید این مهمترین پیام دارک نایت باشه. تو همیشه نمیتونی اتفاقهایی که برات میفته رو انتخاب کنی، اما هنوز میتونی انتخاب کنی بعد از اون اتفاقها به چه چیزی تبدیل بشی. شاید زندگی هم گاهی شبیه گاتهام باشه. گاهی کسی که فکر میکردیم انسان خوبیه بدترین آسیب رو به ما میزنه. گاهی دلت میخواد بگی بعد از تمام چیزهایی که با من کردن چرا باید هنوز به دیگران اهمیت بدم؟ شاید جواب این باشه چون اگه بدی دیگران تو رو هم شبیه خودشون کنه، اونا فقط به تو آسیب نزدن، بلکه بخشی از هویتت رو هم از تو دزدیدن. نمیتونی همیشه همه رو نجات بدی، اما میتونی یه انتخاب داشته باشی، اینکه دردی که به تو رسیده از طریق تو به نفر بعدی منتقل نشه. جوکر میخواست ثابت کنه انسان‌ها در نهایت هیولا هستن، اما شاید بتمن جواب دیگه‌ای بهش داد، نه اینکه انسان‌ها همیشه خوبن، بلکه اینکه حتی وقتی بد بودن آسون‌تره هنوز میتونی انتخاب کنی که بد نباشی. و حالا سوال واقعی برای ما اینه: آخرین باری که زندگی به همون دلیل کافی برای بد شدن داد چه انتخابی کردیم؟ اگه این روایت باعث شد برای چند لحظه به انتخاب‌ها و انسان درون خودت فکر کنی، خوشحال میشم با یه لایک از ویدیو حمایت کنی. و اگه دوست داری داستان فیلم‌ها رو از زاویه‌ای ببینی که فقط درباره شخصیت‌ها نیست، کانال روایت پنهان رو سابسکرایب کن، چون روایت بعدی شاید درباره بخشی از خودت باشه که هنوز ندیدیش.